صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و پیروزی بر پیر و جوان آمد. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و پیروزی بر پیر و جوان آمد. دلها زی فرح سرشار، کامد مه استغفار، آزادی زی سوزی نار بر پیر و جوان آمد. البته دلها از فرح سرشار می شود، زیرا این ماه استغفار است، ماه آمرزش گناهان است و در این ماه آزادی از آتش جهنم بر پیر و جوان البته نازل می شود. این ماه صفا باشد، هم ماه دعا باشد، عالم همه نور افشان چون جان جهان آمد. فرض است عزیز من این روزه به مرد و زن، هم راحت جسم و تن، هم باعث جان آمد. فرض است عزیزی من این روزه به مرد و زن. این روزه میگه برای مرد و زن مسلمان فرض است. ای عزیزی من، این خدا طرف فرموده است، یگان مخلوق نه، حتی یگان پیغمبر نه، همو خدای بزرگی که خلقت کرده است همو فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، ای محبان خدا و پیغمبر، ای بهترین بنی بشر، ای کسانی که ایمان خالص به خدا و به پیامبر محبوب او و به جمیع پیغمبران و به جمیع کتب آسمانی داره. کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض گردانده شد. مراد از روزه ماه شریف رمضان است که در آیات بعدی بعد انشاءالله خداوند شهر و رمضان گفته ذکر آن را میکند. بر شما روزه فرض گردانده شد، همچنانه که بر امتهای قبل از شما، بر او امتهایی که خداوند بر ایشان پیامبران فرستاده بود، کتابها فرستاده بود، فرض گردانده شده بود، تا اینکه متقی گردید، تا اینکه پرهیزگار باشید، تا اینکه ترس خدا در وجودتون جای شود، تا اینکه پاکیزه و پاکیزه روزگار گردید. حکمت بزرگ روزه را دیدید؟ خداوند میگه تا اینکه پرهیزگار شوید. غرض از روزه داشتن، غرض از این امتحان پروردگار را پشت سر کردن آن است که ما و شما پرهیزگار شویم، از خدا ترس داشته باشیم، نسبت بندگان خدا محبت و میل رغبت داشته باشیم، اخلاق خوب و حسنه داشته باشیم، کمبودی خویش رو اصلاح کنیم و بنده واقعی خدا بودن را اثبات سازیم که ما واقعا مسلمان هستیم، ما واقعا بندگان برگزیده خدا هستیم. کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض گردانده شد. رمضان بزرگ از برای شما عطا گردید. از سال دوم هجرت که سال نزول این آیت است، خداوند متعال از برای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و امت بزرگوار آن ذات عالی روزه ماه شریف رمضان را فرض قرار داد. از همون وقت به بعد حبیب خدا، اصحاب بزرگوار او و تمام مسلمانان از همون زمان تا به حال روزه ماه شریف رمضان را با ثبات جوان مردانه نگه می‌دارند. ماه شریف رمضان را با بی‌صبری منتظر می‌شوند. از ورود این ماه بزرگ شادی و خرسندی میکنند. چه خیلی از این ماه شادی و خرسندی نمیکنه که خداوند این ماه به خود تخصیص داده است. عملی بنده را در این ماه خاص به خود گردانده است و از برای بندگانش وعده میدهد که مادام برای من روزه میگیرید پس اجر و ثواب شما در ذمه من است. من کفیل هستم، من کفیل آمرزیده شدن گناه های شما هستم، من کفیل بران هستم که فردا روز قیامت برای شما عطاهای داده می شود که هیچ چشمی ندیده است،
هیچ گوشه نشنیده است و در گوشه خاطر و خیال کسی خطور نکرده است. حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت روایت میکند و این حدیث را بخاری و مسلم بزرگترین محدثین اسلامی بیان کرده اند، ذکر کرده اند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث قدسی را فرمود. قال الله عز و جل، خداوند عز و جل فرمود کل عمل ابن آدم له الا صیام، هر عملی که فرزند انسان میکنه برای خودش میکنه، برای آبرو و عزت خودش میکنه، برای سربلندیش میکنه، برای آبرو یافتن در دنیا و نجات یافتن فردا روز قیامت میکند، مگر روزه. الا صیام فانه لی، پس این بنده روزه را برای من میگیرد، به خاطر من میگیرد، برای کسب و به دست آوردن خوشنودی من میگیرد. فانه لی و انا اجزی به، و من مزد او را میتم. برای من که کار میکند خداوند میگه مزد و پاداشش در ذمه من است، خودی من مزد او را میتم. سبحان الله. اگر یگان رئیس کلام بگه که فلانی را چقه نشین، حقش در گردن من است، او فلانی دیگه شادی را در کرتش نمیکنجا. سبحان الله. رئیس کلام گفته است که فلانی را حقش در گردن من است، من خدمتم. انشالله میگه یگان ماشین پچ کم میتا کتاتسا میکنم میگردم. هر قدر که وظیفه و منصب رئیس بلندتر باشه همون قدر دل آدم گرمتر میشه. که آدم کمبغل که بگه یگان چیز میتم میگوی که یگان 10 سامانو میتا 20 سامانو میتا، اما وقتی که رئیس کلام چیزی وعدت کرد آدم همتش بلند میگیره، میگه نخو رئیس کلان شده و به 50 سامان و 100 سامان اکتفا کنه. انشالله یگان ماشین چند پدر کم میکنه یا یگان خونه میخره میتم. اگه شما تصور کنه که خدای بزرگ، خدایی که دنیا را خلق کرده است، خدایی که تمام این رئیس وزیرا را خلق کرده است، خدایی که ما و شما را خلق کرده است، خدایی که رزق روزی ما و شما را مهیا کرده است، این خداوند بگه که پاداش بنده روزدار بر من است. همتون بلند بگیره، همتون بلند بگیره که خدا وعدتو کرده است و انا اجزی به، پاداش این بنده را من میتونم میگم. پس خیلی با اومدن ماه شریف رمضان خشنود نشه. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و پیروزی بر پیر جوان آمد. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و پیروزی بر پیر جوان آمد. دلها ز فرح سرشار، کامد مه استغفار، آزادی زی سوز نار بر پیر جوان آمد. البته دلها از فرح سرشار می شود، زیرا این ماه استغفار است، ماه آمرزش گناهان است و در این ماه آزادی از آتش جهنم بر پیر و جوان البته نازل می شود. این ماه صفا باشد، هم ماه دعا باشد، عالم همه نورافشان چون جان جهان آمد. فرض است عزیز من این روزه به مرد و زن، هم راحت جسم و تن، هم باعث جان آمد. فرض است عزیزی من این روزه به مرد و زن. این روزه میگه برای مرد و زن مسلمان فرض است. ای عزیزی من، این خدا تر فرموده است، یگان مخلوق نه، حتی یگان پیغمبر نه، همو خدای بزرگی که خلقت کرده است همو فرموده است. هم قوت جسم و تن، هم راحت جان آمد. هم جسمت قوت میگیره، حقیقتا آدم سبک میشود، بدن آدم از بعض مایه های زهرناک خالی میشود. این بیچاره معده ای که 11 ماه ترنگش کردیم بیچاره به داد میآید که دیگه نمیبره، نه که خونه سوخته این شهوت نفس آدم هم مایل میسازه که ای بچه یا تلیم دیگه بگه می خربزه بسیار شیرین بدست، حالی در خونه تری خربزه شیرین میخری نمیخری.
و همین بیچاره معده را 11 ماه عذابش دادیم، شب و روز کار میکنه بیچاره، شب و روز. خاصتا مردم همین مسلمانی ما که بسیار شکم بزرگیم، طعام یافته مثل گرگوری میخوریم. انا که در این ماه شریف رمضان بیچاره معده را شکری خدا را میکنه، حمد ثنا پروردگار که ای همین بنده بدنفس جان به خلاص کردی، لااقل تا بگور صبر میکنه. یک دولت های همین معده کم کم دم میگیره، همین اسبابای آهنی را اگر حتی دم نتن ایستا ایستا میشکنن. بیچاره معده ای که همگی یک مشجا داره، یک خلطه وری پرش میکنیم، 5-6 کیلو طعام در دروش جان میکنیم، با استراحتش نتی بیچاره را. شب پیش ای خوب هم پرش کنی، سحر بعد ای خوب خستن به یگان آمادگی و تیاری پرش کنی. او معده ریزیری نیست کو، قوت جسم تن میشه و روزا تمام شلک های زیادتی که در بدن است همش خارج میشه. دیده در تمام دنیا یکی از نمودهای بسیار مؤثر شفا توسط گرسنگی به بیماران تلقین کردن آن که همه شفای شما در گرسنگی است، در پرهیز است، در کم خوردن است. همه تو ایران میدونه. بعضی بیمارا هست که بیماری های هست که وقتی نزد دکتر میره میگه یک هفته باید چیزی نخوری غیر آب جوش آمدگی یا غیر آبی که با عسل شیرین کرده شده است تا اینکه رودت در رودت نپیچه، باید یگان چیز نخوری. در همون صورت خودی بدن همون زهرا را از خودش خارج میکنه. اما وقتی که شخص روزه گرفت این قوت جسم تن میشوه. تا 4 خبت منزل خانه ما در 4 اتاج می برمدم نفسگیر میشیدم. الحمدلله در همین 2-3 روز روزه بازی کهی وری میدم میرم خبر نمیشم. پس معلوم میشه که قوتم زیاد شده است. توخی فرض است عزیزی من این روزه به مرد زن هم قوت جسم تن هم راحت جان آمد. راحت چه نمیگو بگه ای روز میشوه این شادی و خرسندی روزه دارو را ببینه. بهترین لذت لذتی طبیعی است. هیچ وقت با لذت صنعی جای لذت طبیعی را گرفته نمیتونی. آیا همین لذت خوردن طعام در وقت گرسنگی با یگان چیز عوض کردن میشود؟ نه. آیا لذت خانه‌دار شوی مرد با زن خودشه، یعنی هم شهوتی در نظر دارم شهوت هم، آیا با یگان چیز عوض کردن میشود؟ نه. قسم به خدا همه این گیرین، ککین، شراب، عرق، تمام انواع مشروبات که مصنوعی هستند ساخته شده هم هرگز از 101 درجه همین لذت های طبیعی را گرفته نمیتونن، کیفی طبیعی را گرفته نمیتونن. یکی از همون کیف های طبیعی برای روزدار اون است که وقتی که آوازی از آن میشنود جانش میدمه، در حال در خراخری میزنه. دیروز نماز شام خواندیم در همین مسجد، دهنی در این مسجد میبرم یک دخترک پیراشکی فروخته است، کودککو غورش کردیان، بچه های شاید همی 8-10 ساله 8-10 بچه جمع شدیان، نمیدونم اون پیراشکی را میخرن یا که همون دختره یکون خیش تبارشونه به پل داده استایشو همون را گرفته و در جرقا تر کرده و دلنجا زده استیان. ای بچه خونه نداره گفتم آخه برای همون کمپیرای مادر تو براتون طعام درست کرده گیان. نه اگه این لذتی در کوچه خوردن بود دیگر ایده روز تا بگر مردک روزه گرفته است گرسنه های انا که همون لجامی اسبی نفس سر داده است دلنجه پراشکی خورده است. برای او را قسم به خدا از این لذتی بیشتر تصور کرده نمیشه. زیرا این لذتی طبیعی است. یا دارم 2 سال قبل از این همراه یک برادرم حاجی سبحان خدا نگهبانش باشه به ناحیه حمدانی رفتیم. روزم دیر شده بود، به فکرم بعدی پیشین حرکت کردیم. در همین ماه شریف رمضان بود. یک شاگردی چه بگم که سبو کرده، فرومایه بگیم، کم خیرت بگیم، بی اندیشه بگیم که صدقه شاگردیش کنه. تربیت نااهل را چون گردکان در گنبد است. چه نزاع خورده است، شور خورده است با زن خودش. در همین ماه شریف رمضان زنش قهر کرده است رفت است. اگه این کودکاش مونده است در خونه، اون کودکا نون میگن او میگن. این زرک است که تمام
نازکی و کمبودی خونه را بیچاره به گردن میگیره، لام نمیگه. مرد باشه تلخش میکفه، تا میپزی، سر تن ای گودکه میشوی، لباسی گودکه میشوی. دیگه به خلاصگر زور شد. برای همین التماس کرد ما هم خیلی گپش در زمین نموندیم. حاجی سبحانی برادر را زنگ زدیم که بیا یک مشکل است، مشکل یک برادر را حل کنیم ان شاء الله در همین ماه شریف رمضان، البته که ثواب میرسم. روانه شدیم تا ناحیه همدانی رفتیم. تا او اگه پدر عروس بیچاره از بس که احترام میکنه دیگه لام نگفت. تا او بیچاره رفت دخترش ایستر اینا او گوارید کرد، آورده چند گفتیم خطیب میره کرد، سوارشو کردیم. در راه اومدیم همین دریای وخش در منطقه نورک گذشته بودیم که وقتی شام شد. همونجا در لب ساحل اندکی طرفتر یک شاید 100 متر بالاتر یک مسجد است. ما میدونیم که همونجا مسجد است. بعضا هنگامی سفرها وقتی نماز میشود در اون مسجد پایین میشیم و نماز میخوانیم، جماعت میکنیم. رفتیم که مردم در صحن پرتوفتیان جای نمازها را منتظر نماز شام استودیان. رفتیم نشستیم. عقب وقتی روزه شدن شد، قریب اذان شد. البته سنت است که قبل از نماز شام خوندن شخص روزه‌دار روزش بکشوید. ما حیران که هیچی نداریم، روزه را به چی بکشویم؟ همونجا چند دانه خرمای سبز، قسم به خدا سبز بود، چینده شده ماندگی. ایام خرمای سبز یک تایی در دست ما دادن. خرما را دیدم در تشویش موندم که من هم خودم معدم خوب نیست، هضم کردن نمیتونم. ایرا خام و خلیج میخورم، ایرا چخیل هضم کرده باشم در شکم میخوری. وقتی که یک گاز گرفتم نمیدونم که شاید من گرسنه بودم، شاید همون خرما هم خیلی شیرین بود. والله تا حالی را مزهش از دهنم نرفته است. و خیال کردم که شاید همین لذت من تنها چشیده باشم. او برادر را سوال میکنم حاجی را، میگه به خدا این خرمای شیرینه اگه شاید او قدر شیرین نباشه، نه که ما گرسنه بودیم وقتی طعام خوریم بود. وقتی آدم گرسنه باشه همه یک پاره نان خشک از برابریان در به لذت میتوه. یک خرما چی که 3-4 خرما زدیم. اومدیم در درون ماشین گوشت قیله گرفته است و بیچاره اوزلک برای گودکش شاید گرفته باشه. قیله را کشودن، یک تعارف میکردن. همه قدر گوشتی به لذتی هست دیگه. تا دوشنبه را همون گوشت خویده اومدیم. یعنی که این لذتی بسیار عالی و عظیمی هست. وقتی شخص به خاطر خدا روزه میگیره، امتحان پروردگار را پشت سر میکنه و بعداً به امر و فرمان خدا روزه خودش میکشاید. اتیموا الصیام الی اللیل. خدای بزرگ در قرآن گفته است که روزه هاتون به شب اتمام ببخشید، روزه هاتون بکشوید. یعنی روزه تا وقتی همون غروب آفتاب است، هم قوت جسم تن هم راحت جان آمد. پس خدای بزرگ روزه ماه شریف رمضان به خود نسبت داد. در روایت دیگری که در صحیح مسلم آمده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نام خدای بزرگ خویش روایت میکند: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الی 700 ضعف. هر عملی که فرزند انسان میکند اجر ثوابی به نهایت زیاد دارد، به مراتب در عوض اجر ثواب براش عطا کرده می شود. از 10 تا 700 ثواب میگیرد. شخص برای عمل شرعی که انجام میده از 10 تا 700 ثواب میگیره. هر قدر عملش به ریا باشه، هر قدر خالصتر باشه، همون قدر ثواب زیاد میگیره. و در ادامهش خدای بزرگ چی میگه؟ الا صیام، مگر روزه. روزه را میگه به این مقیاس قیاس نکنید. در روزه تا 700 ثواب نیست. فانه لی و انا اجزی به. پس به درستی که بنده روزه را برای من میگیرد و پاداش این بنده در ذمه من است. یعنی خداوند 700 نه، شاید 7 میلیون ثوابش بده، شاید 7 میلیارد ثوابش بده، شاید همون قدر ثوابش بده که در زمین و آسمان نگنجد. این پیش پروردگار است، پاداشش به خدای متعال است. یا حضرت هم میگن هر وقتی که به یگان ناحیه سفر کنه
میدونه که بای بچه ها مثلا بچه های بای بچه در دوشنبه زندگی میکنن، خونه شو مثلا خونه پدر شو در هم ناحیه ای، خونه هم پدری هم میدونه اومده از دعا و فاتحه میکرده است، بزنگ میزده است با بچه‌ش، فلانی ما در خونه چشتگیم، اشارهش میکنه، حالی خیر بعد دعا را خودت میگیرم، دعا و فاتحه کنی اومده خونه تو دعا را خودت میگیرم. اگه میدونه که اون پدری او بسیار غیرت کنه 50 سوالیش میته، نگه در دوشنبه که اومد اون بچه بیزنسمن میزنه 100-300 دلارش میگیره اخی یعنی. پس بنده های روزدار باید که همه چونه کشوتر بگذارن، زیرا که بشارت خدا داده است ایشو من میتونم تو بپروا باشی. شما فکر نکنه که از دنیا از یگان کس پاداش میگیره، نه، پاداش دهنده شما من هستم. اگه امروز در بازارهای ما مردم احتیاج بیشتر به همین مواد مصرف همه روزه دارن، به آرد دارن، به روغن دارن، به شکر دارن، به اشیایی که هر روزه استعمال می شود. الحمدلله و المنه در مسجد ما من میدونم تاجران میآیند، امروز صنف تجار خیلی پیشرفته است. من به همه برادرای تاجر مراجعت میکنم، بچه‌های عزیز، در همین ماه شریف رمضان شما فایده دنیا سر نکنید، همین فایده دنیا خدا بگیرش تا کجا را میرود، فایده دنیا سر نکنید. یک برادر قصاب شکایت کرد، گفت نرخ ارزان کردین، خدا نگهبانشو باشه، حکومت شهر دوشنبه و حکومت جمهوری تصمیم گرفتن که یا نرخ معین بگذارن تا اینکه بعضی مردم از حد نگذرونه. این مردم ما متاسفانه بدترین خصلت‌های انسانیت گرفته است، هم از غربی ها و هم از شرقی ها، نه پروای رمضان داره و نه پروای قربان. میگم برداشت زم که دیدن که خریدار زیاد چه در یمال به نرخ آسمانی برداشتن میگیرن. از همین خاطر امروز تصمیم بسیار نگرفته شده است از جانب حکومت شهر که در یک ماه شریف رمضان از تاجرها پته نپرسه، نلاگ نپرسه. مخصوص تأکید کردن که کسی خلالشو نرسونه. دهقانایی که مال خودشون میارن در بازار میفروشن، حتی از چک بازار آزادن. او کسایی که میانه رو پس ردنیک مال دهقان میگیرن و میفروشن، فقط نیمی چک به تنها مشنه. برای چی؟ برای که همین نرخنه بردارن، بالای مردم جور ظلم نشوه. شما را به خدا قسم همین فایده و منفعت دنیا تو را مونه. او برادر قصاب شکایت میکنه که ما را میگن گوشت 18 سوم بفروش. اگر گوشت 18 سوم فروختی یکم فایدت نمیمونه، همون نوک به نوک همون مالی را که خریدی همون میشه. گفتم برادر جان بگذار که فایدت نمونه، ثواب میگیری کو. آخه همون شکمبه همون گو میموند کو. شکمبه اگر زنه که به هنر باشه او شکمبه را بگیره تازه کنه و اگر باور کنه تعام بپزه از او شکمبه خلدیت دیگر کنه، همین قبل لذت میشه و قنواری هم شکمبه برات میمونه. روزی و رزقی 2 روزه 3 روزه فرزند داد، هم اجر ثواب. آخی خدای تعالی تو را وعده کرده است که اجر ثواب رمضان در ذمه من است، از من میگیره ثواب شه. شما در همین ماه شریف رمضان فکر فایده‌تون نکنید، خدا بگیره همون فایده را از برای خدا. در مملکت‌های اسلامی ثروتمندا هستن، مال میخرن کوتره میارن، به نرخ همون کوتره میفروشن، یگان سوم در بالاش نمیمونن تا اینکه ثواب بگیرن، فضل بگیرن از برای خدا. او همین ظلم جور با کی میکنی؟ به خطان. همون پول جمع میکنی با کی را جمع میکنی؟ تو خدا دی قسختی مرده است فرزندی خوب میبرویا، ای مار بچه میبرویا، خیال میکنی که تو پگه مردی او فرزند مقبره تر از تیلو میکنه. در یک سال یک بار اگر یادت کنه یا پمینکت کنه نمیدونم دیگه در فکرش نمیزنی. ای مردکی خوب امروز در جان خودت خیر کن، توشه آخرت خودت به دست خودت جمع کن که فردا دیگه منتظری فرزند نباشی، منتظری برادر نباشی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است لأن یتصدق المرء بدرهم فی حیاته خیر له من ان یتصدق عنه ب100 بعد موته. اگر میگه مرد در همین دنیا به دست خودش 1 درهم صدقه و خیر کنه، براش بهتر است که بعد مردنش صاحب درکاش و واریساش 100 درهم صدقه کنن. از همون 100 که او میتن همین یکی که خودت میتی برای تو فاضل تره.
گر به دست خود دهی خرمای تر، به که بعد از تو دهند خرواری زر. همین به دست خودت یک خرما را بده، انشالله از ثواب یک خروار زره که بعد مردن تو میتن بالاتره. آخه تو اینقدر دنیا دوست داری خیال میکنی بچه تو از تو کم میشوه. تو را به خدا قسم باور کنی همین میبینی یگان جوان مرد وقتی تحقیقی میکنی پدرش هم خیلی جوان مرد به دست آخی. اگر یگان موسیقی ببینی اما ریشش هم بخون پدرش هم خیلی موسیقی مرده های. تو بجای پدر چی کردی خیر که همان بازجویی از پسرت؟ برای همین جوان مرد باشه. آخه مال و ثروت برای خیر است مرده. زینت مرد در خیر احسان شای. کسی خیر میکنه کسی نیکی میکنه نامش با نیکی میمونه. شما میدونه که مردهای نیک برای نام چی جانای میکنن چی عذابای میکشن که نامونه به نیکی یاد بگیرن به نیکی یاد کنن. در همین محله مهرآباد کلینی یک حاجی است، حاجی مطلب میگن. با فکر که حج عمره رفت. حاجی مطلب مردم مهرآباد میشناسنش. همین مردکه این نه خشمای نه تبار مای نه رفیق دوره کودکی مای نه همسایه مای، یک برادر اسلامی ای. ببینه از بالای منبر نامش گرفته استم. برای چی؟ برای اونه که $100 هم داده است یا $200 نه. یک عملی نه کرد، یک جوانمردی کرده بود، همو در ذهن من شیشت است و در ذهن همو همسایه هم شیشتگی ای. سال 2000 ما یک مسجد جور کرده بودیم، مسجد خور در بین سکسیه ها. همین درآمد ماه شریف رمضان بود. گفتیم یک مال بخریم بکشیم خیر کنیم در راه خدا و بعد مسجد پریزنتاسیا کنیم، افتتاح کنیم مسجد. بازار رفتیم سال 2000 مردم هم خیلی قشقتر بودن. شما میدونید همون وقت نمیدونم پول خیلی قرب منزله داشت. 62,000 جمع کردگیم. حتی نمیدونم که همون نامی پول چی بود. وقت روبل بود، سامانی بود، شاید سامانی باشه، دیگه سامانی نبوده که با فکرم. 62,000 جمع کردگیم. 62,000 خستیم رفتیم بازار. یک قشقرچه را دیدیم بسیار معقول جوانک. گفتیم انشالله همین را میگیریم. همه مردم های بسخری را بس چیدین. یک گوسپند شو بکشیم انشالله همین گوسپند جوان باشه. از همون گوشتی بز و قدر فرقی نداره، اما نامش گوسپند های. وقتی نرخش میکنیم ای 80 کمش نکرده است یا بچه. این مرد کم ترکب بیو گذر که اخی رمضان اومده است کی را میگوی نخواست همین حاجی مطلب اومد. نمیدونه او پسرک کی بود برای را. گفت که بچه 70 بگیری عید ارزان نمیوی. حقیقتا به او خیلی قشقرکه و گوسپندکه به 70 نمیفتی. 70,000 گفتیم برادر عزیز ما هم 62 تا داریم، ای زیاد نداریم، توکلت به خدا. آخه دیگه پول نداریم. استاد خی گفت بیای 65 تا بتین همین پولی خچای. گفت شما یگان تین طلب ندارم قسم به خدا 65 تا پولی خچای. گفتم مگر بتی همین 62 تا بتی نداریم. حقیقتا نداشتیم. در پهلو با یک برادر است. او شخص همون وقت صاحبی وظیفه بود چی بود نمیدونم، لیکن همین عقیده های کمونیستی داشت. میگه مسجد نگیده همین خونه را مهمان خانه بگی. از بس که برادر خودش نمازخوان است از همین هدایت محروم است. میگه همین را مهمان خانه بگینده. همون در پهلو میستوده است ولی همون زنده و حیات است. نخواست یک کس گفت که این را میگیرن که همین را به خاطر خدا خیرش کنن و پریزنتاسیای مسجد چونن کنن. نام مسجد گرفتن. گفت داملای را بکن. او وقت این قریشی کلون هم نداشتیم مخلص برای ثواب. سال 2000 ریش هم نداشتم. گفت همین را بکن یا دعام بته. من گفتم تو برای 3000 که دعوا و جنجال داری و تا مسخرمو میکنی برای تر به خدا بتی همین 62 تا بته نتیا که کامونته. اما چه گفت شرمندم نکه دعا بته. ما امرو بلاسین قبله کردیم قهرکی دعاش دادیم. او خدیلم پر نیست. با ماشین داره در ماشین خودش بار کرد و از 452 بود والله اعلم گریف با پیش مسجد مون آوردش. همین جوان مرد نام مسجد شنید نیک نه همون 62,000 و خیلی پول کلام بود. یک محله جمعش آورد استی گریف گوسپند همون خیلی هدیه کرد.
آخه ما و شما مسلمانیم، ما و شما رمضان برای آن میگیریم که ثواب بگیریم، قیام شب داریم به شب از برای آن که ثواب بگیریم. وقتی که در ماه شریف رمضان مردم احتیاج دارن گفته و نرخ میپرداریم، از این نماز ما چی فایده میگیریم؟ چی فایده میگیریم؟ قصاب یک استخوان کشال میکنه 18 سامانی بود، با ای پشت دکانش 23 سامان و 25 سامان گوشت میفروشه. ای خدا شرم نمیداری؟ مایلش بنده های خدا را شرم کردی، او خدا میبیند که در همین ماه شریف رمضان بسیار خواهش میکنم درآمد دنیاتون گوش نه اندیشه نکنه، درآمد آخرتتون در مد نظر داشته باشه، برای آخرت رو کپیت کنه. این دنیا که هزار جمع کنی و جمع کنی و جمع کنی، عاقبت الامر در 10 متر کفن میپیچونن میبرن در خاک خنک میتپاند. هیچ حدیثی صحیح است، امام مسلم روایت میکند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یقول ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم میگه این مالی مهای، این ای خانه من است، این ای جیپی من ای، مرسدس من، در فلان جا زمین دارم، در فلان جا 10 هکتار باغ دارم، 2-3 رمه گوسفند دارم. انسان عادت شمی های با فخر میکنه.